در خدمت آقای مهندس بهادری هستیم، مدیر فروش شرکت پارس آنلاین. سلام، روز شما بخیر. آقای مهندس ممکنه یک معرفی از شرکت به ما بفرمایید؟ خواهش میکنم. شرکت پارس آنلاین از سال 1378 تو این صنعت فعال هستش. در ابتدا از خدمات دایلاپ اقدام کرد و معرفی کرد این سرویس رو به مشتریانش و رفته رفته خدمات جدیدی ارائه شد، از جمله ADSL که از سال 81 ما شروع کردیم روی تحقیق توسعه خدمات ADSL و 83 در واقع این رو به بازار معرفی کردیم. از سال 83 تقریبا داریم توی تمام مراکز مخابراتی سطح کشور فعالیت میکنیم و در حال حاضر توی 108 تا شهر توی کشور خدمت رسانی میکنیم. خدمات دیگه پارس آنلاین داره، از جمله خدمات ماهواره‌ای مثل ویست، پهنای باند اختصاصی و دیتا سنتر که میتونم بهتون عنوان کنم که یکی از بزرگترین دیتا سنترهای کشور رو شرکت پارس آنلاین داره. حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری تو این بخش قرار داده شده و داره در حال حاضر به شرکت‌ها و ارگان‌های بزرگ از جمله بانک‌ها و شرکت‌های نفتی این سرویس‌ها رو ارائه می‌کنن. آقای مهندس ممکنه وجه تمایز شرکت پارس آنلاین با بقیه شرکت‌های مشابه رو برای ما بفرمایید؟ عرض به حضورتون که شرکت پارس آنلاین از اون ابتدا که شروع به فعالیت کرد با شعار کیفیت و ارائه خدمات 24 ساعته معروف شده. یعنی اگر شما توجه بکنین شاید بهتون بگم یکی از اولین شرکت‌ها بود که خدمات 24 ساعته پشتیبانی حتی تو زمانی که خدمات دایلاپ رو هم میداد ما بودیم. حتی من اون زمان جزء کارمنده شرکت بودم. خاطرم هستش که وقتی که خدماتمون خطوطمون اشغال میشد، خطوط دایلاپمون رو، فروش شرکت متوقف میشد، چرا که مشتری جدیدی اضافه نشه که کیفیت مشتریان فعلی رو در واقع خراب بکنه. تمام عمده سرمایه‌گذاریایی هم که در حال حاضر توی تکنولوژی DSL و تکنولوژی‌های دیگه داره انجام میشه رو حوزه کیفیت بیشتر حساس هست. ما در حال حاضر سرویس هایی رو داریم توی خدماتمون اضافه میکنیم که بتونیم این کیفیت رو بالاتر ببریم. از جمله مدیریت ترافیک پارس آنلاین هستش که در واقع با این تکنولوژی ما داریم به مصرف مشتریان به نوعی اولویت بندی میکنیم مصرف مشتریان رو و تضمین میکنیم که بتونن تجربه بهتری از اینترنت تو ساعت‌های مختلف داشته باشن. آقای مهندس برای مشتریاتون پیشنهاد ویژه‌ای هم در الکامپ 20 دارید؟ الکام 20 رو ما با خدمات DSL حضور پیدا کردیم و برای مشتریانمون داریم خدمات تخفیف ویژه‌ای داریم. برای مشتریان چندین نوع تخفیف هستش. بارزترینشون بسته طلاییمون هستش که 1 سال اینترنت رو به همراه یک مودم رایگان ارائه میدیم.